مردان زودتر از زنان عاشق میشون. طبیعیه. خب بابا زنا خوشگل‌ترن. آدم میبینه زنا رو عاشقت سریعا فروکش میکنه دیگه، ولی زنا دیرتر عاشق میشن و دیرتر هم فروکش میکنه. چون وقتی که یه مرد رو میبینی با اون قیافه و با اون ظاهر، خب خیلی طول میکشه تا آدم بخواد عاشق این بشه. یعنی عاشق ظاهر مرد که آدم نمیشه که الان مثلا بیا یه دقیقه تو یه دقیقه بیا آقا الان این موجوده، آدم چرا این چرا آدم باید عاشق این موجود بشه؟ تو باید 2 ماه با این بری بیرون تا قیافش تازه عادی شه برات، که بعد بگی اب نداره فدای سرش بجاش بامزه است. رفیق ما تو خونه‌اش نشسته بود، وای فایشو سرچ کرد، اسم وای فای طرف بیتا 68 اصلا نمیدونست کجاست، نمیدونست تو کدوم ساختمونه، نمیدونست اصلا تو این کوچه است تو کوچه بغلی عاشق شده بود. میگه این بیتا 68 من باید پیدا کنم. تو تخت نرد مردا عاشق میشن. این بازی از تخت نرد آنلاین میکنن، کافی بفهمه طرف دختره، همین که یه دختریه که داره بازی میکنه این عاشقش میشه. ای قربون اون 6 و 3 آوردنت برات، چقدر قشنگ خال خالتو بازی میکنی مثلا.